در ویدیوی امروزی ما باز داخل مارکت میرم یک آپدیت یک بروز رسانی برایشون میدیم که شرایط مارکت در چه حال است و چه اتفاقات داره میفته. خب همونطور که در جریان هستید مارکت در حال کرکشن بود و ما کس انتظار یک باونس یا یک ریباوند رو داشتیم که اتفاق افتاد، اما اون ریباوند کس خیلی ویک بود و اگر ما به مووینگ اوریج و همچنین مثلا در روز فرایدی و می تریدی که در وال استریت شده نگاه کنیم، احتمال از خیلی وجود داره که داون ترند بعدی یا نیکست فیز داون ترند کس دوباره شروع شده الریجه، یا البته چیزی که ما هفته بعدی میتونیم شاهدش باشیم. الان مارکت در یک شرایطی است که یعنی کوچکترین چیز میتونه مارکت را پایین ببره، به مو خاطر که است یک خیلی چیز نگاتیو میتونه مارکت را پایین ببره، چون آماده از او چی است. پس ما مرم یک سری اسکرین رو برایش نشون میدم، به چارت یک سری ایندسیا و همچنین به چارت تیزلا ما یک نگاه میندازیم و در آخر کسته من نظر شخصی از خود کسته این بیانم که آیا مثلا اون فکری که من روز اول میکردم یک اوردرلی کرکشن و یا یک کرکشن واقعا از کنترل خارج میشه، درباره ازم یک نظر میدم، به خاطر از که وقتی که مارکت داون ترند میشه خیلی مثلا کسایی است که نگاتیو دربارهش گپ میزنه و خیلی سخت که آدم تصمیمی درست و بجا بگیره. خب در مرحله اول ما به ایندسی دو جونز یک نگاه میندازیم به چارت روزانه. اما تو ببینید که نزدیک 40600 و 700 که است مثلا تا اون پایین آمد و بعد که باونس کرد دوباره نزدیک 42700 800 و روز آخر که گرچه یک روز خیلی پایین داشت که نزدیک 1.65% که داون بود. خب این روز فرایدی بود، فکر کنم همین سی پی آی که اونجا ریلیز شد به مخاطر که مارکت پایین آمد. گرچه اگه شما به تکنیکال یک نگاه بندازید یک نقطه ای بود که مثلا سلارا که دوباره داخل مارکت میاد، دوباره مارکت رو پایین میره، یعنی یک کامبینیشن هر دو چیز بود. در مرحله بعدی ما کسته بندسی نزدک یک نگاه میندازیم. ایندسی نزدک کسته همین شرایطی کسته بدتر از دو جونز، چون دو جونز کسته یک کمپانی مثلا کمپانی که داخل از است مثلا کمپانی کالان و های کوالیتی است و از نزدک کسته تیک است و مخاطر وقتی که بالا مره خیلی مثلا با شتاب بالا مره و اگه پایین میام با شتاب پایین میام، به مخاطر کسته روز آخر اگه ما به نزدک یک نگاه بندازیم همین خیلی بیشتر از دو جونز پایین بوده. مثلا اگه به چارتش نگاه کنید بیشتر کسته علائم بیریش کسته به خودش نشان میده. خب اگر ما به S&P 500 یک نگاه بندازیم ما کاملا کسته یک چیز مشابه میبینیم، چون ایندستری کسته کلان کسته وقتی پایین موره شبیه هم موره یعنی. و در آخرین ایندستری که ما نگاه بندازیم ISX 200 یک نگاه بندازید یعنی سیلافش خیلی شدیدتر بود، به خاطر که ایندستری استرالیا اکثرا کسته همین ویش کسته گذاشته شده به توسط بینک ها خیلی بالا رفته بود. الان کسته بینک ها بیشتر از هر سکتور دیگه کسته سلاف میشه، به خاطر که سلافش کسته به نهایت شارتر از ایندسی های امریکا بود. و در آخر کسته ما مورم یک نگاه به تسلا میندازم، چون تسلا یک چیز جالب بود. وقتی که در امریکا انتخابات شد کمپانی تسلا کسته برای شورت یا کوتاه مدت خیلی بالا رفت، چون اکثرا یک دید کاملا متفاوتی پیدا کرد و الان یک نگاه بهش میندازیم که در چه شرایط قرار داره. خب در این اسکرین کست شما شیر پرایس تسلا رو میبینید که تسلا مثلا وقتی انتخابات امریکا شروع شد پیش از این چون کست یک ذره احساسات وجود داشت که مثلا تیم آقای ترامپ که حامیش آقای ایلان ماسک اینا کست برنده میشه، وقتی که برد اگه میبینید مثلا خیلی شیر پرایسش بالا رفت و الان دوباره که است شیر پرایسش کاملا زیر فشار است. خب درباره کرکشن ببینید الان هنوزم کست خیلی سخته که مثلا آدم بگه چه اتفاق دقیقاً میفته، اما خلاصه ای که مثلا مارکت الریجی کسته اوورولیو بود، یعنی یک چیز نیاز داشت مارکت کرکشن کنه که او اتفاق هم افتاد، همین تعریف چیزا بود. اما او چیزی که مثلا توجه امر به خودش جلب کرده همین سیاست های امریکا است، دولت جدیدش. الان اگه ببینید مثلا علایی که قبلا داشته با اونا کسته کاملا قطع رابطه نه با کسای دیگر رابطه جور نه، با مخاطر کسته احتمال از وجود داره که مثلا همین نظام امریکا یا امو سیستمی که اونا داره کاملا کسته او رو تبدیل کنه به این که همه چیز برای خود امریکایی‌ها کسته خیلی خوب نشان میده، یعنی میتونه در آینده لانگ ترم کسته مثلا خیلی خوب باشه، اما شورت ترم بدون شک یک دردسرای ایجاد. فقط الا اگر مارکت ما به اوردرلی کرکشن اوردرلی کس در صورت اتفاق میفته که مثلا اینا تا حد پیش بره بعد از او کسته استریپ بک کنه، یعنی کسته مثلا از او سیاست های سخت که الان در اومگه یک مقدار مثلا واک بک کنه، یعنی کوتاه بیا بس دو شرایط مو میتونه که مارکت یک کرکشن اوردرلی کنه. غیر از اون صورت احتمال از اینکه واقعا از کنترل خارج شنه
او است، اما نه در این زودی ممکنه ماها طول بکشه تا اتفاق بیفته، چون قد اروپایی یا قد کشورهای دیگه اینا درگیرش بیشتر اون موقع اونا کس مثلا مالیات میذاره روی اکثر کمپینای تیکی که مال امریکای اکثر خیلی کمپینای عمده نه، بس 100% کست شرایط رو میتونه بخیمتر از این کنه. بس بخاطر موضوع کست او چیزیه که ما در ماهای بعدی میتونیم شاهد باشیم. حالا خیلی سخته که ما نظر بدیم دیگه. همین.